کی؟ کیا؟ برادرش درس میدن؟ کجا؟ همایون درس میدن؟ کجا؟ چه درس میدن؟ همایون درس میدن؟ همایون درس میدن که گردی خواه کور که؟ خواه خب نه بالای فانکشن ها کار میکنیم خودت گپ است شما باید بفهمید بعضی چیزا ضرورت می باشه او ضرورتی که است به طور مثال که او اگر آل شما یاد بگیری صحیح است یا پسان یاد بگیری صحیح است ضرورت می باشه صحیح است ولی امی فانکشن است سمال بر شما کار میکنه ما اینجا بر شما پرینت کردیم اینجا خب چرا که فانکشن در ذهن کس نمی باشه که کدام فانکشن کار کرده کدام چیزی ما پرینت میکنیم بعد از این از روش بهتون کار میکنیم و این فانکشن ها که اینجا بهتون کار میکنیم شما باید یک سوال از ما نداشته باشین که این فانکشن به خاطر چی چرا که ما به خاطر اول بهتون گفته بودیم که این فانکشن چی است و در کدام جای کار میشه کدام فانکشن در کدام جای کار میشه خب خوب است که اینجا به شما کار کنم اینجا شما بفهمید بعد از رو پیش برید چی است؟ آیدیا مهم است چی که امی مینیو هست به طور بटन است و کماند هستی که جوش به کلش توسط فانکشن جوش شده است ما بیشتر هم بر شما گفته بودیم و الان باید این را بفهمید یعنی هر کماند که شما اینجا میبینید از اینجا شروع تا به کلش توسط چی جوش شده توسط فانکشن جوش شده و در فانکشن که است فانکشن توسط کد جوش شده توسط جوش شده در زیر فانکشن بسیار زیاد کد است اونجا چی است کد است و این کی جور کرده این پروگرامر جور کرده صحیح است یعنی ما نمیخوایم که کدام فانکشن ما با شما جور میکنیم او را شما یاد بگیرید نه شما باید طریقه یاد بگیرید که خود بتونید فانکشن جور کنید که خود نبتونید هیچ فایده نمیکنه چرا فایده نمیکنه ما که کدام فانکشن برای شما جور میکنیم امکان داره اون فانکشن هیچ درجه از که شما به کارتان نمیاد امکان داره یک جای کار میکنی یک پروگرام جور میکنی دو جای یک فانکشن است که شما بخواهید که اون فانکشن ما با شما جور کرده نباشه شما باید طریقه شاد بگیرید که خود فانکشن جور کنید صحیح علی صحیح است هر انسان مشکل داره طور نیست یک خداوند طور است شما از ما بخواهید چی برای شما جور کنیم ما برای شما جور کنیم شما تنها سوال بکنیم ما برای شما جور میکنیم علی ما چطور میفهمم که کی چی سوال میکنیم خود پویگم از سنگ سوالو که پویگم دست کنم این چی است این طریقه یعنی ما بنیادی را کار کردیم ما شما میخوایم که چی بکنیم بنیادی کار خب بیایم اینجا ما فانکشن های تا پرینت کردیم که منتظر برای شما کار شوام مشکل نیست در هم ما نامهای نوشته کردیم نامهای فانکشن نوشته کردیم او خوشما از خاطر است که ما بفهمیم از نظر ما نمیاد که کدام فانکشن کار شده چی شده به ترتیب چی برای شما خو اینجا اینجا خود تنها نمیشه است اینجا خود خود نمیفهمید اینجا خود نمیفهمید تنها نه اینجا کار نشده الان کار اینجا میشه خب اول فانکشن که است ASCII فانکشن است چی است حالا که از شما پرسان کنم که ASCII چی است چی معنی میده شما هیچ کس جواب ندارید دارید ASCII کد امین کی است چی است کد امین کی ببینید ما شما
اینجا وقتی که ای کلیک میکنم چی میاد؟ چرا آمد؟ خود زیر از این کود شده خیاست مگر وقتی که ما زبانش تغییر کنم وقتی که باز ای پرس میکنم چی میاد؟ نو برای کلی که کود شده نطور دا کود شده دا امکان میده خیاست ما شما که اینجا کیو پرس میکنم کیو میاد و وقتی که زبانش تغییر کنم وقتی که باز کیو پرس میکنم هر زبان خودش اسکی داره هر زبان چی لري؟ خپل اسکی لري اسکی چی معنی میده؟ اسکی این معنی که مطور مثال اینجا ما وای نوشته کنیم اسکی وای چی است؟ یعنی کود وای چی است؟ شما گفتی که وقتی که وای پرس کنی کامپیوتر وای نمیشناسه کامپیوتر کودش میشناسه مگر الان ما میخوام که ببینیم کود وای چی است اول شما باید اسکی بفهمی اسکی چی شد هر زبان اسکی داره از هر زبان الفبا کسی فرق میکنه نمیکنه خیلی چطور میکنه اینجا خود کود که شده برای یک شده برای یک زبان شده برای دو شده برای سه چطوره هر زبان اینجا که شما اف پرس میکنی بی آمد ای فهمید که اسکی ازی به پشتو تبدیل شد ازی اسکی به چی تبدیل شد؟ به پشتو تبدیل شد وقتی که شما بس ایره میزنی بکن چی میاد اگر شما اینجا یک زبان دیگه هندی زبان اینستال کرده باشی وقتی که شما دو وقت پی میزنی یک چیز دیگه میاد وقتی که شما اینجا زبان تبدیل میکنی اتومات اسکی به اون زبان چی میشه؟ تبدیل میشه اوس پوش میکنه کد ای مثلا 90 آها ای با اسکی فهم آفرین نمی کود ما میخوام برد امی است خب اونجا کود بود اینجا اسکی است امی چیز است خب هیچ فرق نمیکنه کود علی ببینید خب اینجا خب چی است خب ما میخوام در کدام جا بتن کار کنیم این فانکشن مربوط به کلکولیشن نیست در محاسبه لپاره نمیه این مربوط به چی است که چیز جور بکنی بتونی یک چیز چی کنی جور کنی خب ABC یه خب عنوان است دبل دات ASC اسکی از چی از وای بر مثال وقتی که شما وای پرس میکنی اونجا چی میاد وای میاد میخوام که اسکی کود از چی است ABC عنوان است خب اسکی قوس وای وقتی که رن میکنم خب این چی است چون تکست است این باید چی شد دیشان تم باید متوجه یخا یک سودو 21 کود از چی است از وای است چرا ما معلوم کردم ایرا بخاطر چی را معلوم کردم این طور نیست که وقتی که شما یک پروژه کار میکنی کلش توسط کیبورد و چی کار کنه ماوس کار کنه ماوسش باید نباشه شارتکت باید باشه چی باید باشه کلش وقتی که شما بخوای که با وای شارتکت جور کنی در دیتابیس هستم وقتی که وای پرس کنم چی شود نو تاسو اول باید چی معلوم کیا دی وای اسکی معلوم کیا باز وقتی که میخوای شارتکت باید جور کنی د کود باز ای داده میشه که 121 اونجا باز وای داده نمیشه اوس پوش ای اسکی اونجا کود است کود فانکشن کود اصلا که یو ژبه د اسکی کار شوی ده نو ټول دی نه هغه نه ده هر ژبه لپاره اسکی لري هر ژبه اسکی لري وګورئ دا یو وجدا وسره کوم دا د انګلیسي ده دا د انګلیسي ژبې لپاره ده ښه د هر ژبې لپاره اسکی ستا یو جوړه کړې ده اوس لږ مثال ګورئ ښه دلته د موږ سره یو پښتو ډکشنري ده پښتو اسکی به نه اسکی کېدای شي ستا یو سافټویر دی پښتو اسکی په نوم باندې ښه پښتو اسکی دا اسرار کرمزي جوړه کړې ده دا سافټویر اسرار موږ ورګه ده نو دا چې دا د دې کار څه ده
ایکس مې پروګرام جوړ کړ ایکس مې صفحه سوي سمې نو پیر د بعضې پروګرامها پښتو کار نه مې کوي دی هغه ته کرکټر یو شو بل څه ګډوډ راځي سمبول یو شو بل څه راځي صحیح است دوجه پښتو کار نه میکنه علی امی اشراج جور کردن امی پشتو اسکی هسته وقتی که شما اینجا انتر میکنی اتومات چی می پشتو می دلتا پیر برازی پشتو اینجا کیا چی میکنی پشتو می اینجا یک بٹن است بنا می کانورت وقتی کانورت کلیک کردی این کانورت شد کانورت چی معنی علی اینجا کیا چی نوشته کردی دمو جای کار میتا بیشتر کار نمیاد پشتو کار نمیاد تو پوچھ کنه ال یک پروگرام است بطور مثال کوتا مثال بتم یک دیزاین پروگرام است دو پشتو کار نمیده صحیح است خیلی تو تور کنم ما اونجا پشتو ضرورت دارم مگر اونجا پشتو کار نمیکنه شما این سافتی رو باز بکنید هر کدام جمله که شما میخواهید که دو باشه دمی نوشتهش بکنید کانورت کلیک کو کانورت شد کاپی اونجا پیشش کو خلاص اونجا کار نمیکنه نو ولی دمو پروگرام که است از کی پشتو که است در نظر گرفته نشده گفته که خیر پشتو مردم از که استفاده میکنه صحیح است مگر زبانهایی که او مشهور است زیاد کار شده این سافتویر جور کرده که دمو پشتو چی کنه کار کنه تو بازار کسی سافتویر رو گوری پشتو اسکی پنونده خواه بنام چی است پشتو اسکی یعنی در هر جایی که پشتو کار نمیکنه او رو در اینجا نوشته کو پیست کانورتش کو اونجا باز کار میکنه این رو ما کلوز میکنم نو دا چا کار ده دا پروگرامر کار پیشتر تا مخکې سوال به خاطر دا د انګلیسي لپاره جوړ شوی د یوې ژبې لپاره نه این به خاطر یک زبان نیست این به خاطر زبانهایی که مشهور است خاطر چی؟ بین المللی زبانش هم دیر مشهوره اینجا ما میایم اینجا کدام زبان که اینجا ثبت است اینجا چی که زبان که است برای از این کلگی چی است دیدی طول اسکیشتا دیدی طول اسکیشتا اینجا که کدام ثبت نیست اسکی تو پوشه قرآن کی پوسوی زه پویم تو خودش ناس لکه بخیسی پوسی خو پورسی خیر ولا خبر ده خیر ورسته به پوسی کنه یعنی په دې باندې پوه شو چې اسکی څه شي دا وایي بس دا غټه خبر نور څه کومه ده ښه فانکشن دیگه است نقطه CHR کرکتر سرچپه از اون است سرچپه از اسکی است دا اسکی شما چی میکنید SC قوس اینجا شما یک لغات میدادید که مثال M مانا کود M چی است؟ کود M چی است؟ این سرچپه است کرکتر کرکتر قوس صد وقتی برای شما نشان میده که از صد کرکتر کدام است صحیح است؟ چطور است اینجا ما میایم ABC double dot کرکتر قوس 111 معنی میفهم که از 111 چی است او دیچات 111 چه؟ دا محدودیت د ریکورډ څومره ده؟ هیڅ محدودیت نه لري دلته بټن چې موږ سره دي بټن ګوري ښه دا بټن چې کومې دي صرف د عمدي لپاره کوډ خلاص د A لپاره B لپاره C لپاره D لپاره E لپاره آپ الله تو سره مثلا بودا کیس نیو کچی وي مثلا دا سکول ولې کوي په دې سی کیس نیو امکان نه لري نازیاک شروع امکان نه لري ښه ګوره یا کبه دا سمبول مرانه سمبول راځي هم څه راکني امکان نه لري ګوره سیول سپول کله اوس چې نه یو شی وي خو مختصر شي دا دې سمبول نه استاد مطلب دې نه الله تعالی یو ورنه یو هغه نو ساغه دا کوم سوال نه نو خپل مګوره 4 میلیارد ان ځکه دومره خو نه دي موږ سره کنه اوس چې یو سره یو شو دا ورته بیرته وای را باسي کنه ډایرکټ یو سره یو
کنیم ځکه زر کرکټر مو سره نه دي کنه موږ ورو د سمبول ټول تر جمع کې نو زر نه راځي کنه خب بس پوه شوی ته بس کار وکړو خب فانکشن دیگه که هست n string مانا چی هست n string فانکشن صحیح هست دا n string فانکشن په کوم شي کې کار کوي د تاسو په ورډ او په ایکسل کې هغه find هغه چې کوم ده کمانډ find کمانډ نه ده هغه کې دا n string فانکشن ما خپل په ویژوال بیسیک کې په دې فانکشن باندې هغه find کمانډ جوړ کړل کنه چې عادت به ډېر کار دا find next هغه په دې n string فانکشن علي چې کار مې کنه this function is used to show position of specific character د یو معلوم کرکټر پوزیشن تاسو ته ښیي پوزیشن خو پیژنئ کنه پوزیشن څه ته وایي سیکنড تھرد فورث فifth دا نه بطور مثال چطور ما این جمعی امی نام ها را گرفتم نه باز این جمعی پوزیشن این عنوان شد دبل دات mstr قوس اینیم کاما سینگل کرس a امی موقع a بر نشان بدیم در هر نام احمد اول است کریم دوم است شاهد سوم است درویش دوم است سلیمان اوس پوه شو فقط صحیح ده پوه شوم بیا ته کولی شې چې مثال ته وغواړې چې مثال له اول له دریم حرف نه شروع شوي بعد راته وښایې همدغه درته ښایم ثبت استرینگ یو بله فانکشن ده ښه حالا ای برای شما نشان ده ای به درد شما میخوره اینجا نه مگر هغه فایند دغه چې کوم ده هغه همدې فانکشن شوی او فایند که هست که شما اونجا چی می مثال بطور مثال ای برای ما پیدا کو هغه ای پیدا کی تا ته دیگو ای دلته در پوزیشن ای گوری شماره ای گوری دیگو باندې هغه ډېر خب اما یک چیز هست که به خاطر سر تیرش استفاده کردن میتونی به خاطر چی در نام ما ای در دوم پوزیشن است دیگه والا که میفهم که چی هست گوری ای در پوزیشن دوم است دیگه نمیفهم که چی هست کریم درویش جواد کش خب فانکشن دیگه که هست به شما گفته میتونی که الکیس هست چی هست؟ نام شنیدی که اگر خورده نباشی لور کیس چی معنی اینه؟ حروف بزرگ و کوچک تبدیل میکنه صحیح ده؟ to change capitals to lowercase خب بطور مثال ولا هنش مولانا تليفون جواب خب ببینید فانکشن ایده اول ما میارم ایرا با کپیتال احمد کریم خالد واحد ګوره دا په درد نه خوري کنه چیرته په درد خوري دا تاسو تاسو دی خالد ګوري ما ته مخ کوي لګانه چې دا فانکشن دا بیخي دی پر اړه نه لري باندې تاسو ماشي بو کې اوس کنه خو چیرته په درد خو درته کوم خو زده کوي به کنه دا به دې خاطر باندې دلته سوور باسونه وسو کنه سوور باسونه وسو دا به دې خاطر ته کوم دا دوی ونه وای چې ولاده از دنه دی ودی کنه ته خلک افغانان دي اته خو دوی ته خو دوی ته سم موقع پلاس ورکي فکر کنه دا به دې خاطر باندې چې کوم مال شي او خلاص خب اینجا ما الکیس یک عنوان شد دبل داف الکیس فانکشن شد قوس اینیم امی اینیم الکیس شوا لور کیس شوا اینجا بزرگ است و اینی چی شده لور کیس اگر بعد شما اینجا احمد کریم
خالد وحید شاهد عمران جمال اسد. اگر شما این را خود نوشته کرده باشید شما باید یک فانکشن دیگه دارید به او گفته میتونید چی؟ uCase is used to convert text to upper. دیگه هم بگه پس خب هیچ چی نمیکنه، فرق نمیکنه. این کنه uCase هست double dot uCase cause imply name and imply name باید uCase شد. ببینید خود هست اینجا چیز دار گذار شد. خب این را هم فهمید. یک گپ است در کوری اپدیت استفاده میشه. در اپدیت کوری استفاده کی ګوري په ډیټابیس کې موږ ټول وړو کې نمونه لیکلي دي. چې لیکلي دي یو کس وایي چې دا خو څنګه چل دا نمونه باید کیپټل لیکي بیا موږ دا استفاده کوو. صحیح یا موږ کیپټل لیکلي ټول نمونه یو سړی وایي چې دا خو دې باید څنګه وایي سمال دی لیکل نو بیا موږ دا استفاده کوو. خیر فانکشن دیگه است شما نام هم شنیدی خوردیم ما میفهمیم خوردیم استفاده میکنی هر چی که هست و فانکشن هست left نوم جای بدل ہے خوال جیدا روزه جیم پنا ماتا کڑے خاص شکار کے یا لیفٹ شکار کے side is used to take characters from right side. مثال انجامل left double dot left cause implying comma char از هر نام نیم از طرف چپ چار حرف چیکو h n دا ډېر غټه فائدې لري خودل تنم دا ډېر خودل تنم سرچ بسیار مهمه او کته left to right is used to take characters from right side. اگر دلتا خیر پیږي ته کنه روزه ده کنه روزه دا خیر څه مخه غلطی نه کوم خو بعد فهمي چې اس مې فهمو خو بس اس روزه است خب right double dot right close name comma خب این هم خلاص شد. فانکشن دیگه که است که با او هم چی گفته میتونی len چه کار کنی؟ خب این نام از چند حرف تشکیل شده صحیح است؟ is used to show characters length. خب اینه چطور اینجا right click اینجا double dot length cause email run میکنم از 5 حرف از 6 این هم شده. خب فانکشن دیگه که است الترم نام شنیدی اگه خورده نباشی تو خورده دیدی ندار این خود صحیح است فاصله است بین او ترم است او خود ترم است left صحیح است شما را کار کرده بودی که دا وردم دا سوری دا اکسل بخوانده بودی ترم صحیح است این بر شما کارم شده بود is used to remove space from left and right side. از left و از right side چی میکنن؟ space از بین میبرن. این ما بر شما کار کرده بودم. اگر بعضی نام همی باشه ببین اینجا بالا سعی کن. عثمان صحیح است؟ وقتی که شما اینجا عثمان سرچ میکنید عثمان سرچ میکنم چرا که در لیفت ساید از چی آمده؟
حالا شما اینجا باید بیای اینجا شما دبل دات ال تریم قوس نام تیبل چی است ای بی دات ای نیم ال تریم سوا ال تریم مانا اگر در صورتی که در طرف چپ سپیس آمده باشه پورا چی شوا گراس بوده نه خب میایم برای میایم خب برای میایم اینجا آل ریکارد کی عثمان وقتی کرد میکنم عثمان ریکارد برای ما چی کرد از طرف چپ که سپیس بود رو چی کرد مگر بعضی وقت سپیس طرف راست میایه به طور مثال ببینید بهار است بهار علی ما میایم اینجا بهار سرچ میکنم خوبش ببینید انتر خوب بهار سرچ کرد اینجا بهار سنگی که سرچ کرد اینجا از طرف رایت سپیس چی نیست در انگلیسی البته صحیح است این برای زبان دیگه می باشه اگر شما بخواهید چرا دری یا جلو پالا کنه راست باشه باز شما میتونید اینجا باز شما چی باید کار بکنید آر تریم رایت تریم از طرف راست چی میکنه اگر هیچ خبر نبودیم نمیفهمیم که از طرف راست هست یا در بین هست کجاست باز تریم کار بکنید تریم خوب است خب فانکشن دیگه که هست اینجا MID است اگر نامش نشونده باشید خورده نباشید ها شاباس made is used to take characters from MID the made side نخواه spelling چیه MID side خب ببینید دا هر فانکشن په کار راځي خان څه فکرونه کوي خدا چې ته په کار راځي به MID double dot MID قوس اینیم کاما از سی شروع شد تا 5 از سی شروع شد تا 5 احمد است احمد A H از این تیر میشه از چی شروع میشه از M شروع میشه تا پنجم الان میکنم احمد MAD است R F I M S allied است هید است اهاید است رن است ملا است AD است سمان است هر است هر چی کسی رخو اینجا امان این هم به خاطر چی استفاده میشه این هم به خاطر سرچ استفاده میشه چطور به خاطر سرچ یک نفر هست میگه که حرف چهارم اچ است حرف چهارم ما چی است اچ است چطور رو پیدا کنیم حالا سوال خو پوښتنه کنه سلورم حرف ما دینم چی شده څنګه سلور کو سلور نور کو اینجا دو پارامتر میخواد از 4 کاما 4 از 4 شروع شد تا 4 برای صحیح است ببینید 4 با 4 وقتی که رن میکنم صحیح است 4 با 4 خب خیر همی بریم اینجا چرا چی شد خب این 4 خب یا خو شما دیوان هستی و یا خو کامپیوتر دیوان هست خب نه صحیح شد خب احمد F اگر اینجا دو پارامتر میخواد صحیح کو دو پارامتر معنی کی چی معنی میتونه که او از شما یک چیز میخواد پارامتر است صحیح است ببین وقتی که ما شما اینجا کار میکنیم که بریکت اینتر نیم
وقتی که رد میکنی ای از پیش شما چی میخواه یا نمیخواه؟ یه پارامتر هست یا نیست؟ ولی ای هم پارامتر است. وقتی که شما اینجا بیایید ای از پیش شما 4 میخواه، این پارامتر است. اینجا یک عدد میخواد، دیتا پارامتر باشه. باید هم چی گفته میتونی؟ همیشه پارامتر اول باید خود باشه، دوم که است او باید بزرگتر باشه. صحیح است؟ پارامتر اول چی باشه؟ خود. دوم پارامتر چی باشه؟ یعنی از یک شروع تا به اینطور خو امکان نداره که از 4 شروع تا به 1 فلسفه نمیه. صحیح است؟ خب وقتی که یک قسم بود که حرف پارامتر اول بزرگ بود و پارامتر دوم چی بود؟ کوچک بود. باز معنیش چی است که از 4 شروع تا به همی 4 نه پیش رو نه پایین تا به همی 4 خود تا طریقو پوره کنه دلتا اسکو دو طور که بیا دو عدد تخیی که دریو طور که دری عدد تخیی گوره خود تیبا نکولو شد ما در طویل چه دمی پارامتر که است اولین پارامتر همیشه باید چی باشه؟ خود. پارامتر دوم باید چی باشه؟ خب الی ما چطور بکنم؟ ما میخوایم که تنها حرف 4 میخوایم. کدام حرف میخوایم؟ 4. خیلی چی کنم؟ از 4 شروع تا با چی؟ تا با 4؟ نه اینجا 1 میتم. 1 مانا که با او 4 استارت شو پیش نره دیگه. چطور ببینیم؟ وقتی که میکنم خالد است. حرف 4 میشه چی است؟ ال. اینجا میل است نیست؟ ال مانا. وحید است. حرف 4 میشه چی است؟ ای. شاهد است. حرف 4 میشه چی است؟ اچ. به پوی سوی کنه سوی پو. دو بار بولتا بیا ای سر بات بیا دو عدد تخیی. یعنی گوری اگر میخوای که از این عدد شروع تا به این عدد برای نشانه بده او خب معلوم است که از 2 شروع تا به 3 از 3 شروع تا به 5 او خب معلوم شد. اگر یک عدد میخوای که یک عدد دمو اگر عدد پنجم باشه 5 کاما 1 کاما 1 این معنی که دیگه پیش نرو اما اگر پنجم عدد آتا خیلی حالا شما این فرض کرده میتونید که حرف 4 ما چی است؟ دی است. مساوی کوتیشن دی. وقتی که رن میکنم ریکارد کی کشید؟ چرا که حرف 4 میشه چی است؟ مثلا یک نفر مثلا نامش مثلا محمد عیسی احمدزی حالا باید مثلا اولش از نامش دومش از تفاصیل نه اینطور نیست. اینجا سپیس هم کرکتر است کنه قربانت شم. درست؟ تخلص مخرج درست؟ نه چی از اینجا سپیس هم یک کرکتر است. خب این فانکشن چی بود؟ مید بود. فانکشن دیگه که است اخیری فانکشن البته دمی او شما شنیده شاید خوردن باشه خوب خیر بود. R-E-P-L-A-C-A replace خیلی است. replace شنیدی؟ تا نمی آورده چی کار کنی؟ جایگزین کردن؟ دشی خود توای جایگزین کردن. نه این تعریف شاید گرفته تعریف برایشی در فارسی کده ولی او چیز برای ما تعویض کول چیش داره؟ خود ریپلیس با یک چیز دیگه چیز کردن. Replace text old to text new is used to change old text to new text. صحیح است؟ بطور مثال اکثریت مردم این نام که است این پراپر نام است. بجای ای اگر ای نوشته شود یا بجای آی اگر دبل ای نوشته شود یا ای نوشته شود یک کدام فرق نمیکنه. ما دیدیم اکثر هیلو نام ما را غلط نوشته کرده. نام غلط نیست. تا حدی که یک نفر بفهمه صحیح است. چرا که نام ورد نیست لغت نیست. صحیح است. خب باز هم او کامن کاست استاندارد او معلومی باشه. به طور مثال احمد ما ای اچ ام ای دی نوشته کردیم. یک کلمه هم نوشته میشه. هیچ کدام مشکل نیست. احمد یک کلمه نوشته میشه. صحیح است؟
خب بعضی نام هست محمد زیاد آسان یعنی محمد سیاست محمد علمی که نیه والا این محمد سیاست کتی او کس کتی چی کس کتی او کس این سیاست این باید تبدیل شد کلیش او صحیح نیست میگه شما مجموعیتان اینجا فانکشن چی هست در replace host email چه؟ نه خو بیا اپډیټ کی کنه هغه بیا اپډیټ کی یا خو ډیټا ده خو ډیټا کې اوس کارونه خو ډیټا ده اپډیټ هغه نه ورغلی کنه اپډیټ کیوري کې نه ورغلی ښه هغه اپډیټ کی که تو غواړې چینج کې ښه replace in a comma quotation دا MO چې کوم ده MO MU چې کوم ده دا اړه څه شي باندې کله چې دا زرنګ کوم نو بس دراسي MU MO تر پلیس MU اوس کوښ just ما چې میگه دم برای ما چې میگه برتن گفتم اون میشه سیاست اپدیت است اون میشه خب اپدیت است چرا اپدیت یا چی است اگر شما چی بکنید همین فانکشن که ما بعضی فانکشن با پیشتر با شما کار کنیم ال کیسو چی است او بعد در فارم کی است همین کار مگر اون نام از فانکشن واس چی است تغییر است اپر کیس نمیشته است اونجا اینجا شارتکت هست اون چی است مکمل نمیشته است صحیح است نو آینده لپاره به ان شاء الله یا دو برای سوال کنجاش بیا proper case as well.